جان جونز یک مصاحبه مشهور داره که خبرنگار ازش میپرسه در اعماق وجودت آیا تو یک فرد خوبی که داره سعی میکنه بد باشه یا یک فرد بدی که داره سعی میکنه خوب باشه؟ که جوابی که جان جونز میده بسیار بی‌نظیرتر از سوالیه که ازش میپرسن. جوابی که منو مستقیما یاد نحوه شروع کتاب مرشد و مارگاریتا از میخائیل بولگاکوف میندازه. شروعی که با یک نقل قول از گوته فاوست آغاز کرده. میگه سرانجام بازگو کیستی ای قدرتی که به خدمتش کمر بستم، قدرتی که همواره خواهان شر است اما همیشه عمل خیر می کند. قدرتی که همواره خواهان شر است اما همیشه عمل خیر می کند. یک کتاب بی‌نظیر. این کتابی که شاید سبکش سلیقه هر کسی نباشه، کتابی که در 12 سال آخر زندگی نویسنده نوشته شده. نویسنده‌ای که هیچ وقت انتشار کتاب رو به چشم ندید، انتشاری که در شب اول گویا 300,000 جلد فروخته و داستانی که خبر از قساوت حاکم شنیع دولت وقت روسیه رو میده. کتابی که حتما باید بخونید و احتمالاً بسیار لذت خواهید برد.